شماره 10 زلاتان ابراهیموویچ. وقتی خبرنگار ازش پرسید فکر نمی‌کنی بهترین بازیکن نیستی؟ زلاتان جواب داد شیر با نظر گوسفند اهمیت نمیده. مغرور، بی‌رحم و همیشه آماده ترک کردن زمین بازی. شماره 9 رونالدینیو. همیشه لبخند روی لبش بود ولی دفاع حریفو تا مرز دیوونگی میبره. پاس پشت پا، دریبل با پشت گردن. برای رونالدینیو فقط یه بازی بود. یه شو. شماره 8 نجیب زاده توپ آندره آپیرلو. بهش میگفتن پادشاه سکوت. بدون داد زدن، فقط با یه پاس، کل بازی رو عوض میکرد. شماره 7 لوک مودریچ. از بیخانمانی در دوران کودکی تا ستاره ریال مادرید. توپ طلا. آره، با تلاش و جنگیدن بهش رسید. شماره 6 کافو، دونده بی‌پایان برزیلی. تنها بازیکنی که در 3 فینال پیاپی جام جهانی حضور داشت. یه نماد از استقامت، سرعت و روح تیمی واقعی. شماره 5 کریستیانو رونالدو. بهش میگن ماشین ولی بیشتر شبیه افسانه است. از بدنسازی وحشتناک تا ضربات سر مرگبار. با خودش عهد کرده بود بهترین بشه و شد. شماره 4 مارادونا. با یه گل انگلیسو دفن کرد. با یه دست دنیا رو شوکه کرد. مارادونا یعنی شور، جنون، هنر و یه ذره جنجال. شماره 3 کاکا. قبل از مصدومیت یه فرشته فوتبالی بود. با هر لمس توپش صدای سکوها بلند میشد. شماره 2 رونالدو نازاریو. قبل از رونالدو که 7 یه رونالدوی واقعی بود. گلزن بی‌رحم، دریبل زن مرگبار، نابغه‌ای با زانوی خراب. شماره 1 لیونل مسی. از یه بچه کوچیک با هورمون رشد پایین تا سلطان فوتبال جهان. مسی یعنی رویا، یعنی فروتنی، یعنی جادوی بی انتها.